فابریکا برای اینکه مردم جای کار پیدا شه. خب بسیار خوب. چقدر اطمینان دارین آقای توفیقی یک رقابت بسیار مشکل با رقیبای بسیار زیاد، چقدر اطمینان دارین که مردم رای خدا به شما بدن؟ ما ایتو فکر میکنم اگر مردم افغانستان با دقت همین مرامنامه ما سوابق ما بخوانند، من فکر میکنم که 100% به ما رای میتن. چرا این مردم به می تشنه و گشنه هزی هستن، کسی پیدا شه و دستش از اینا را بگیره، از این معضله اینا را بکشه. خب با مردم رساندین همین مرامنامه تا جایی که توان مادی ما بوده رساندیم. اعتراض که توان مادی ما محدود است، مثل مانند اشخاص دیگر کدام جایی برای ما هیچ چیز نرسیده. من قمار پول شخصی داشتم و مصرف کردم، خانه خود به گرو انداختم، گفتم بخشین در جهاد انواع روسا ما $400,000 شخصی مصرف کردیم از جیب خود تا تانستیم استینگر، حالا برای شما میگم استینگر و دافع تانک از امریکایا گرفتیم، برایشان گفتیم در یک مکتوب. استینگر و دافع تانک شما از امریکا؟ بله بله بله، به تنهایی به تنهایی بسیار کلان است. به تنهایی 4 سفر کردیم. بازی در اخبار میگه که ما حتی با آقای اوباما شخصی را که به همراه ما به تماس بوده برایش را معرفی کردیم که پرسان که از او که کی بوده اینجا آمده استینگر از تو گرفته، کی آمده دافع تانک از تو گرفته. خب چطور تونستین قناعت بتین که با استینگر و افغانستان؟ صاف ساده برش ما بگم اینا خواهیت رو میگفتن که ما دیگه چیز نمیخوایم، دیگه نمیخوایم که یک ویتنام دیگه داشته باشه. این مختصر بعد از یک مجلسی که با اینا شیشتیم اینا به ما گفتن که ما دیگه نمیخوایم به مثل یک مملکت ویتنام وارد در جنگ داخل شویم یا یک مشکلاتی بیدیم. ما گفتم یک بسیار خوب. مجلس خلاص شد. با کی شده بود؟ با یک خانم بود، رئیس مدیر عمومی بخش افغانستان بود در زمان 8 ساله. مدیر عمومی کدام بخش سیاسی وزارت خارجه. بله. این تصمیم وزارت خارجه امریکا گرفت که استینگر داده شد؟ بعد از او گرفتم. نه اول برای من جواب دادم. وقتی که جواب دادم، وقتی خلاص شد، ما گفتیم خیر خانم صاحب منتظر جنگ سیوم جهانی باشین. چطور؟ ما بیشی گپ می‌زدیم. ما گفتم خلاص شد گپ ما شما خلاص شد. دیگه چیز نداریم. گفتم با این رقم ما افغان‌ها تصمیم گرفتیم که روس‌ها را در بر هند میرسانیم. ما برای شما گارانتی میکنیم که در ظرف 1 ماه در کراچی برشان میرسانیم. ما مغول‌ها را برده بودیم، ما اسکندر کبیر به هند برده بودیم، خود ما احمد شاه بابا، سلطان محمود غزنی چندین بار هند تسخیر کرده و برای ما این افغان‌ها هیچ کار مشکلی نیست. دیگه شما منتظر باشید. برای ما شما بفرمایید بشینید گپ میزنید. خب بالاخره به همین شد بین خود هست که خب اگه تو شد چی شد؟ جنگ سوم جهانی است. باز بله دفعتاً قناعت کردن که شما گفتین جنگ سوم جهانی ممکنه است. بین خود فکر باز گفتن برای ما زودتر شما چیز میتید جواب میتید. ما فرصت هم ندارم، پیسه هم ندارم که دیوتالا خرج کنم. نمیتونم. در موقع تیاره شدن و آخرین تیاره در آخرین جای پرواز بود که یک جوان آمد شیشت گفت کجا میری؟ من گفتم که جای چیز کار دارم. گفتم پاسپورت خواهی. گفت که من هستم یک معلم، من هستم FBI. این مثل که براتون میگم من وظیفه دارم میرم به تونس به کجا برای تو چیز میتونم که مجده میتونم که چیزی که درخواست کرده بودی تا تو به افغانستان برسی که او برات میرسه. خب بسیار عالی. تشکر. فکر میکنم که دفعه اول است خب مردم خبر میشن. دفعه من تا اول خفیه نگاه کرده بودم. خیلی نمیشه آقای توفیقی که افغانستان دعوا داره از 7 سال به این طرف مراکز تروریسم در افغانستان نیست. شما باز یک سفر داشته باشین و به جهان قناعت بدین که می جنگ در قریه ها و دیهات ما فایده نداره و مراکز اصلی از بین ببرن. نه ما اتفاق میکنیم صاحب که این جنگ وقتی از بین میره که اشخاص هست که اونا با حالت موجوده بودن قوای خارجی هیچ قناعت ندارن. این به شمولش خودت ما سالا این مملکت اداره نکردیم، ما سالا اقتصادی مملکت پیش نبردیم. ما را چی شده؟ البته یکی رفته اشخاص ما از بین رفته، مگر ما به زودترین وقت دیگه اشخاص پس تربیت میکنیم. خب شما خواهان عزیزتین که قوای خارجی باید از افغانستان برن؟ بله مگر ما پیشنهادی کردیم. اینو برای شما میگم خالی صاحب پیسه است که با کسی بزرگی هم گفتیم دو قوای خارجی رو ما کار دارم. یکی ترکا که عسکری ما را پس بسازه با زودترین وقت. چنانچه اعلیحضرت نادرخان هم می وقتی که آمد قوای عسکری نداشت، فوراً از ترکا معاهدت خواست و حتی تا زمانی که ما یک وقتی
ضابط احتیاط بودیم. استادای ما ترکی بود، استادای منصب بودیم ترکا باشه، امنیتش کلش در دوش ما افغانا دیگه حلمانا باشه که ما صنایع و پلیس ما را پس من سابقا در پلیس ما اینا کار میکردن، پلیس ما را پیش می‌بردن، صنایع ما را اینا کمک می‌کردن. همین دیگه امنیتش را به دوش ما و دیگه قوتا براین دیگه قوتا برای مصارف کینا میکنن. سوجود نداره فردن اگه دیگه قوتا براین پس به طرف جنگ داخلی بریم. من گمان نمیکنم زمانی که قوتای خارجی نبودن به اینجا ما زدیم یکی دیگه خودم میسه ببخشید در وقت طالبان کجا بود جنگ داخلی؟ چرا نبود؟ نبود صاحب، هر کدام سلام آورد تسلیح کرد تسلیح کرد گفت تو سلام ما خودم در حکومت طالبان نبود صاحب. البته ما بگویم که دست خارجی کار میکرد، ما از خارج از چیز پیش میکرد که برای اینها نمیخواستن که در افغانستان یک حکومت ثابت و پیش قدم باشه. خارجی ها نمیخواستن. حالا مگه پس قوت‌های خارجی برای پس به افغانستان صلح و امنیت ما گارانتی میکنم صاحب، ما گارانتی میکنم، اینم پیش تا نمیجه هستم گارانتی میکنم به توکل خدا پس هم صلح آرامش به مگر شما تطبیق قانون کنین. کسی که آدم کشت بکشینشه. پیش ما یک راهنمای بسیار بزرگ است که قرآن است. شما از این کده دیگه ما برای شما حقوق بشر پیدا نمیشه. هر کس میگه ما حقوق بشر گپ میزنیم، از خداوند جلاله شونه که دیگه کسی مهربانتر نیست، مهربانترین مهربانان است. وقتی که او کتاب به ما نازل کرد ما یقین دارم که برای 1000 سال دیگه باز دنیا به می دور خواهد کرد که به می کتاب برید، به می راه برید. اینو به شما گارانتی میکنم. اگر نباشم اکثر بعضی جای ما دیده باشیم که بازم پس مراجعه کردن که به همین ایرا بریم. این حقوق اسلام، حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق زنا، حقوق کلش چیز است، مگر ای که به چه رقم تطبیق میکنن یالا گپ است. خب شما گفتم قوت‌های خارجی باید براین بله غیر زورامی نمه، اینو به شما گارانتی میکنم. 100 سال دیگه هم که باشه اگر یک امیال 50,000 دارن، اگر 100,000 شوه یک سری به همون اندازه این مسلمان ها قدرتشان است. این آیت قرآن است میگه وقتی که قدرت‌های دشمن زیاد میشه قدرت معنوی مسلمان ها زیاد شده میره. یک آیت قرآن است ما دیده باشیم. بسیار خوب. ترجمات سیاست خارجی شما چیست؟ غیر منسلک سیاست شهید سردار محمد خان. نه با شرق نه با غرب. بیاید برادرای ما هستیم، همکاری کنین، کمک کنین، ملکیت‌های ما را آباد کنین. چیز خریداری داریم می‌خریم، چیز فروش داریم براتون می‌فروشیم، گاز داریم، تیل داریم، دیگه داریم، معدن داریم، می‌فروشیم براتون. ما از استفاده می‌کنیم، شما هم استفاده کنید. استفاده متوازن. تو نکو که سر ما فشار بیاری که من میبرم تا ما با امیالش ما میفهمیم که بسیار منابع خارجی ما شوانه برده میشه. ببخشید ما مطمئن هستیم علی ما مطمئن هستیم صاحب. ما برش ما بگویم یک منطقه در چیز بین ارزگان و هزارجات به نام ما از وزارت معدن به نام ما کوی پریام میگفتن. هر کس که از اینجا تیر میشه صاحب زده میشه یا خنثی میشه. حالی ما در 40 کیلومتر در هر وقت سابق هم تو میشد کسی که تیر میشه. بله ما یک نفر ما انجی امیال پیش ما داریم بیچاره به او روان کردن دوزه بدون وسایل دیدن چیز. کی میزد او را؟ این که خزنه میزد، این فقط این اورانیوم است که شعاع میده اشعاع میده که یا از مردی میمونه و یا زده میشه میمونه. اورانیوم خاصیت داره. اورانیوم برده میشه. بله خبر دارم. همین استخراج اورانیوم و بردن از این کار آسان است یا یه وسایل و کار داره صاحب، مخصوص لباس و کار داره. همینطور که شما دیده باشین در ایکس ری ها نفر یک چیز میپوشه، یک لباس میپوشه که مخصوص از صرف ساخته ضد شعاع است. مخصوص لباس، مخصوص دستکش، مخصوص چیز داره صاحب. ضرورت چیز که پود ببرن آقای ما میره گفتیم برادر اینا لسه کنین معدن یورانیوم است ملکیت افغانستان است، به اساس یک قرارداد قانونی میتونه که استخراج صورت بگیره و ما میگیم ما میگوسته که پس ضرورت چیز که پود ببرن چرا ایتون نمیکنین؟ ما میره میگم که شما چی ضرورت دارین و چی به جنجال دیگه خود انداختین، به جنجال کشت خون. شما از گیر طالب نیست. این وطن پرست های خیب افغانستان است. شما تو فکر نکنید که اینا طالب است. او که سر پل خراب میکنه سر او کسی دیگری است. 5 گروپ طالب هست. ما برای شما بگویم شما بله بفرمایید. گروپ های دیگری هستن. گروپ های دیگری هستن که باز یک وقت دیگه برای شما چیز میکنم. گروپ های هستن که از طرف خود خارجی هستن، گروپ های هستن که از طرف همین کسایی که انتحار میکنن.
سر سرک بم انفجار میتن. اینا طالبای حقیقی نیستن، طالبای افغان نیستن. اینا یا طالبای افغانی نیستن. ما به شما با 100% میگم طالبای افغانی. ما با طالبا یک رابطه مستقیم پیدا کردیم. یکی از معاونین